گفت ولی به روش من امروز قراره ماینکرافت رو بازی کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز اصلا دارم یه ماینکرافت عادی نیست و شیدرها اینا. من اولین بارمه ولی به ماینکرافت اولین بارم نیست، چون 2 سال یه بازی کرده. چی بسانده؟ چی با یه زبون؟ چیه؟ خوکه رو چجوریه؟ سر مرد گوشه چه شکلیه؟ کنولشم بردارم. چه بمب؟ خب بمب برام برداریم. این کلتون برداریم دیگه. حالا 2 تا کلاشینکوف هم دارم، جمع کنترش میشیم. اینا چی کلتی هم؟ ضعیفه. تون میزنم دیدم که همونه. الکی برداشتم هاچی دوستم این کلاشینکوف و شاتگانه بدردم بیشترم خارجی هیچ تو ماینکرافت وقتی دیدم اونو بیشتر میتونم به عنوان زغالم استفاده کنیم. چه دختر نیستی یکم تم شششیم ده همیشه. چه خب حالا اینا رو برش کن. بومبت با چی دور میکنم؟ این نه یا بعد نیستم این TNT خودمونه دیگه. فرق زیاد کار نمیکنه. بیاد چوب بزنیم. چوبه رو حاجی از چوبم چوب داره. آدم یکم چوب زدم. این شکلی چوبش. خب حالا وی خیارش من یکم کرافتینگ تیبل بسازیم. چند تا استیک و بعدش هم که ببینیم حالا چی میشه. دیگه دارک هاجی خوکه رو ببین. تو خوکه رو ببین تو شب ببینی آجی غروب آفتاب تو فکر کم برسد دست باید نباید بدم. مثلا غروب آفتاب چیزی دیگه است. ببین آجی چقدر خوشگله. خب منو ندیدی چیه داشت؟
انگار از سنگ ساخته شد. چشاش ببین. چه غلط کردم افتادیم تو شب. زامبیه رو ببین. این زامبیه چی؟ دستشو درست میکنه بذار پشتش. شهر عجیبیه. شارس کلیپر سرستون چطوره این؟ نمیشه آخه. ببین بابا بودو شده که باید تمام شب ما بدایم امروز. ایستد اسکلتر زامبیه رو ببینید چه وحشی همه اینا. بودو دیگه نه بخوای یه راهی بری صداشون بمیاد. بودو ببینم از چی کار میکنیم. یکم زیاده اولش چیز نگاه شارس کلیپر اومده. سبزه چیه باجی؟ اسکیلتون هاچی سبزه پشمان شوگرشی نجم چه به شکل جینا دست زامبی دارم میخورم. سخونه رو چی؟ چه زود شب روز میشه جی. ای زامبی رو ببین سایتونه ای برو دیو برو صدا شارس کلیپر آجی صدا شارس کلیپر شوخی نیست بچه. ببین الان یکیش بیاد کنار من مردم بوده بهتره که دقیقا یکیشو که زدم. ای بابا تو چی میگی بابا؟ برو ببین بابا بزا فرار کن. بودو ببین بابا بودو سر صبح نمیشه جی.
چند شب شده منم صبح نمیشه. چه میه ولی تمام نمیشه. برو بچه، چه جایی برای بچه نیست. چه من دارم آجی خیلی دارک شده. چیه؟ مثلا اسکیلتونه؟ این بیشتر اسکیلتونه بیشتر تا اسکیلتون. این چیه خدا وکیلی؟ زیاد ترسناک نیست ولی خب زیادم خوب نیست. زیادم معمولیه، میتونم بگم معمولی. شانس کلیفر مگه من نباید بهش رد برگ بخوره؟ معمولیست اسمم میشه این شانس کلیفر. نمیدونم عجیبه ماد میریزه انگار اصلا یه ماینکرافت نیست دیگه. ماینکرافت معموله دیگه نیست. شب نشد روز نمیشه. عجبا چه روز نمیشه. شب دیدی چه زود شد آجین. شب دقیقا دست زنده بکنیم. این تو فایده نفعه اون نمیرسم. با سنایپ بزنم این نمیخواه سنایپ. بعد بقاشم زامبی نمازه محروم اکسپیر ببینه چی سخونم هزاره روز میشه. چرا روز چقدر طول میکشه چه روز میشه. من از منتظر روزم. آره داره هنوز دارم الان داره هنوز میاد. یه ساعت ولی که خوشحال از وقت اینجوری در میاده جیم. البته بعد اینکه من اینو کشتم بهترم میشه. خودگاه حداقل میدونیم که دیگه زامبی نمیاد تا وقتی که شب نشه. زمان این اسکیلتون رو بکنم خیالم راحت شد دقیقا. زامبی چیزی نیست؟ نه دیگه نیست. خواه بریم ما دقیقا این پارت رو فکر نکنم از این کار بکنم. تنها کار که بتونم بکنم اینه که شاید حالا یه دونه آهن دایمندی چیز پیدا کنم ولی خب فکر نکنم. برو بابا توسون خودم چرا این شکلی هم تو گرافیک ایناش شده که مود ریختم اینا سه تا آپسون که همین طبیعیه چی بریم
hazır olacak. Evet koşun. Çiçek tabii böyle diyor. Çubaş benim sadece. Aslında aşamazca ben sadece çubaş hoş olmadı. Sen in çiğelim. Şimdi ben kahve. Aslında kahve tabii isteyeceğim. بعد اینکه بریم زمین نریم باز حالا یه دونه کلنگ چوبی بسازیم حالا ببینیم چی کار میکنیم یکم سنگ بزنیم اونجا روز دوم هنوز دارم تازه کلنگ چوبی میسازم چه وضعشه جیم دارم تو نمیدونه چی کار کنم خب اندرمن acaba? Enderman çeşitli olacak. İnanmıyorum. Ben tasavvuram bir çiğ diye bir şey. Şöyle dalga çeker. İki adam خیلی گرازیم ترسناک بشه اندرمن. چون اندرمن سیاه دراز منظورم اندرمنه ولی واقعا انتظارم از اندرمن بیشتر بود چون اندرمن در حالت عادی هم ترسناکه یعنی یا دهنشو باز کنه اندازه استیو باز میکنه من اینه چشمش معلوم نیست کجاست سرشو لند سفید بکنه خودش سیاه معلوم نیست کی به کی از این تو این دنیا خود خاکر زده اینو ببین چه چیزیه ببین چه تا کلنگم بشکنه یه چند تای سنگ بکنم اگر این کلنگ چوبی رو زدم که درست کردم به دردمونم که بخوره خب مثلا یه دونه بلاک دیگه بریم پایین یه دونه بریم پایین ببینیم حالا چی میشه زغال هم پیدا کنیم که عالی میشه شبا دقیقا ترشش عادی ها نمیدونم چرا زغالم پیدا نکنم که با چوب میسوزنم و باش زغال درست میکنم پیدا بکنیم هم که دیگه هیچ بذار اول کلنگ و تبر سنگی بسازم چی تبر اینه یا انقدر گرافیکش بالا سدم نمیفهمه چیه بمبه هم اینه که اضافه هم چون هر دوش یکی دیگه خلاصه هر دو داشتم یه کاری میکنم بذار من برم چوب بزنم یکم البته تنها چیزی که لاوا هیچ تغییر نکرده این لاما هست من نمیخوام باشه چی کنم دیگه ماینکرافتی نیست هیچی همه چی واقعیه میدونی چرا چون دیگه تا مربعی نیست که مثلا آدم فکر کنم بعد بچه ما اگه کدوم باید ماجی معلوم مثلا نیست حتی نمیفهمم کدوم یا از این یه دونه درخت از این هست و این چوب نارنجیه دیگه ها معلوم نیست ازی دری همش چی میشه فایت بعد یکم دیگه چوب بزنیم یا بسته دیگه بسته کرافتینگ رو بذاریم زمین بعد میدونم و فرنیس بسازیم اجیم فرنیس اینه دیگه فرنیس ها
آره خب این فر نیست. بپزیم چی تا این بپزه من یکم به غذا یکم گوشتم آجی چقدر زود میشه هم مرغ چه گوشته رو ببین باش عضله اوناست. اصلا حال شدم از این جوری چیز آدم دیگه همه خارج. اینو ببین چرا اینجوری همش دارک اسکلتی اینجوری معلوم نیست دریوری میشه چیزی میگه شوزم کنیم جم. خب آقا چی میخواستم بسازم بذار ببینم حالا آره چیز میخواستم درست کنم دیگه. اسمش چی؟ آره دیگه از این تورت 20 تا درست کنم. چی 20 تا درست کردم دیگه بستم. این یکی تو بارم که چیز کنم یکم استیک درست کنم. تورتش چه شکلیه وایسا اینو بردارم. تورتش دقیقا خوبه بد نیست زیاد تغییر نکرده برای تورته. کاور هم همینطور همین خوکه دیگه واقعا تکنولوژی هست. چی بود داد برم این چیه این چی دیگه چرا میخورم این چیه برم داد ببین اگه بدونم مثلا این چیه بذار شاید غذا بسید بسید بالا نمید دست دمید نخود سا کار کنیم ببینم چیه بذار برم تو آب کم خفشم یا کم بودم بودو بیاختم تو آب چیز بذار تیر کمرشو بردارم بچه خب یکم زیرم شنمون برو چه نیره چیزه شنم زیاده آنچنانی همش اسب چی شده چرا چشش این شکلیه چی چه دلیل داره من نگفتم ما ترسناک نریختم چه اینجوریه چه حیوله سجستر چه ببینم خب آقا این چیه ولش کن بابا مثلا تیر کامله رو جنگه همش این چی اصلا شاید نکنه گندم چیز باشه آقا اسمش سیاه گندم میتونه باشه جیب نمیدونم چی خب آقا نکنه گندم هاچی نمیدونم خدا خب بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگه پیج ما رو دوستاتون نمیدونن معرفی کنیم بچه من برای این مادر هزینه میکنم که برای شما بگیرم که اگه برای شما حکم است ولی برای من یه دنیاست خب اگه میشه لایک و سابسکرایب کنید که حداقل هم اگه لایک سابسکرایب هم نمی کنید حداقل لایک کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.
دوستتون دارم.